عبدالفتاح خدایدادزاده پلیسی اشدی لوئیس سوارز بودم 5-2 میخواهم یکی از فوتبالبازهای بهترین شوم. من عبدالفتاح خدایدادزاده بازیگر تیم دسته دیناموی شهر دوشنبه 15 ایونی سال 2004 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. عین حال باشد در دسته دینامو MVD بازی میکنم. رقم 9 در میدان حمله‌گر هستم. رقم 9 هستم از اون سبب که از خوردی رقم 9 را دوست می داشتم و مخلص اشدی لوئیس سوارز بودم و میخواستم که همه وقت در میدان با رقم 9 بازی کنم. از همه لحظه خاطرمون وقتی که ما در مسابقه مرحله انتخابی چمپیونات آسیا برآمد میکردیم و آنجا ما با دسته در دور نهایی با دسته یردن یا دسته میزبان بازی داشتیم و در آن بازی ما با حساب 2-0 مغلوب شده ایستاده بودیم و در همانجا من گل دوم را زدم و از همه لحظه خاطرمون من همون لحظه است که بازی اگر ما مساوی میشد ما به دور دیگر میبرآمدیم و همین گل سبب شد. همین گل وقتی که من دوم گل را زدم همدستگان من قوه گرفتن و ما توانستیم که در این بازی با 3 گل دیگر بزنیم و با حساب 5-2 بازی را با غلبه انجام بدهیم و به دور نهایی چمپیونات آسیا رو خواهیم. آرزوی من این است که میخواهم یکی از فوتبالبازهای بهترین شوم. میخواهم در یکی از دسته های پیشی اروپا بازی کنم مثل بارسلونا، لیورپول. البته این همه از کوشش های همدستگان ما است. همه یک دست هستیم، یک مقصد داریم و از همین سبب شاید ما همه یک دل و یک سرجم هستیم و از همین سبب شاید ما بازی ها را با حساب های بلند غلبه به دست میاریم و شاید از همین سبب باشد که ما در بازی های مهم غلبه را به دست میاریم. من اولا تشکر خود را به همدستگانم میرسونم که آنها به من بسیار کمک کردند که من تا این جا بیایم و در هر یک بازی که من میکردم آنها به من کمک میکردند که من گل بزنم و بسیارتر از همدستگانم این نداری خود را بیان میکنم.